خب امروز میخوایم بریم سراغ یه داستانی که شاید خیلیامون شنیدیمش، داستان تدهین عیسی به دست یک زن. اما این کاری که اون زن کرد که در ظاهر یه اسراف خیلی بزرگ به نظر می اومد، در واقع یه جور کلیده برای فهمیدن یکی از عمیق‌ترین مفاهیم ایمانی. پس با من همراه باشید تا ببینیم پشت این ماجرا چه رازی پنهان شده. فکر کنین توی مهمونی نشستین. همه چیز آرومه که یه زن میاد جلو، یه شیشه عطر فوق‌العاده گرون رو میشکنه و همه‌شو میریزه روی سر عیسی. هنوز بوی عطر پخش نشده که صدای اعتراض و عصبانیت شاگردا بلند میشه. سوال اونا دقیقاً نقطه شروع معمای ماست. خب واسه این که بفهمیم چرا شاگردا اینقدر شاکی شدن، باید ببینیم این عطری که به قول اونا هدر رفت چقدر ارزش داشته. ارزشش بیشتر از 300 دینار بوده. اما خب 300 دینار یعنی چقدر؟ بله درست شنیدین، حقوق کامل 1 سال یک کارگر. یعنی از نظر شاگردا این کار یه جور جنون بود، یه دیوانگی محض. فکرشو بکنین، پولی که میشد باهاش کلی فقیر رو سیر کرد، همینجوری تو چند لحظه ریخته شد روی زمین. خب پس ماجرا اینه، یه عمل فوق‌العاده گرون و تکون دهنده. توی خونه شمعون جزامی 2 نگاه کاملا مخالف هم شکل میگیره. حالا بریم ببینیم چرا این لحظه اینقدر مهمه. یه طرف شاگردا هستن که خیلی منطقی و حسابگرانه میگن این پول حیف شد، اسرافه. طرف دیگه خود عیساست که با شور و حرارت از این کار دفاع میکنه و میگه این یه کار زیبا بود. همین تضاد، همین اختلاف نظر دقیقاً اصل معمای ماست. خب برای اینکه بفهمیم چرا این زن همچین کاری کرده، باید خودشو بشناسیم و این دقیقاً همون جاییه که این تحلیل ما یه لایه فوق‌العاده جالب به داستان اضافه میکنه. این سوال اصلیه، نه؟ دیگه بحث سر چی شد نیست. بحث سر اینه که چرا این اتفاق افتاد. واقعاً چی تو دل این زن بود که باعث شد همچین کار عجیبی بکنه؟ خب منبع ما میگه این زن مریم مجدلیه است و توصیفی که از گذشتش میده واقعاً تکون دهنده است. میگه که او در تسخیر 7 دیو بوده. این عبارت یعنی یه درد و رنج درونی عمیق، یه چیزی که روح آدم رو خرد میکنه. اینجا سفر تکون دهنده مریم رو میبینیم اونجوری که منبع ما تفسیرش میکنه. همه چیز از یه گذشته خیلی سخت و آسیبزا شروع میشه که اون رو به ته خط ناامیدی میرسونه. این وضعیت روحی خراب به عنوان تسخیر شدن توسط 7 دیو توصیف شده، اما بعد شفا اتفاق میفته و جالبه که این رهایی یهویی نیست، یه فراینده. عیسی بارها و بارها براش دعا میکنه. میدونین وقتی از همچین تاریکی عمیقی بیرون میایین، اون نور رهایی براتون یه چیز دیگه است و این دلیل اون قدردانی بی‌نهایت مریم رو به ما نشون میده. خب حالا که فهمیدیم مریم از کجا اومده و این قدردانی عمیق از کجاست، میتونیم برگردیم به اون مهمونی تو خونه شمعون. حالا دیگه کار اون زن یه اسراف بی‌معنی به نظر نمیاد، نه؟ انگار یه معنای خیلی عمیق‌تری پشتشه، یه معنایی که به خود صلیب گره خورده. جالبه که خود عیسی اولین سرنخ رو به ما میده. اون میگه راحتش بذارین، اون پیشاپیش اومده تا بدن من رو برای تدفین آماده کنه. یعنی چی؟ یعنی این کار فقط یه تشکر ساده نیست، یه کار نبویه. مریم حتی شاید خودش هم نمیدونست، ولی داشت بدن عیسی رو برای مرگ و دفن آماده میکرد. و اینجا دقیقاً میرسیم به قلب این تحلیل. این لحظه خیلی کلیدیه. ببینید کاری که مریم کرد فقط یه تشکر شخصی نبود، خیلی بزرگتر از این حرفا بود. عمل اون مثل یه آینه بود که داشت ناخودآگاه فداکاری خود عیسی روی صلیب رو منعکس می‌کرد. این شباهت‌های نمادین رو ببینین، واقعاً قدرتمندن. یه لحظه بهش فکر کنین. اون شیشه عطری که شکست، نماد بدن شکسته خود عیسی‌ست. اون روغن گرون قیمتی که به نظر هدر رفت، نماد خون اونه که برای دنیای ریخته میشه که شاید قدرش رو ندونه. اون بخشندگی بی حد و حصر مریم، بازتابی از هدیه بی نهایت بزرگ آسمانه و اون انگیزه خالصش یه آینه تمام قد از عشق پاک و بی قید و شرط خود عیسی. پس میبینین نکته اصلی اینه، این نگاه به داستان یه عینک کاملا جدید و قدرتمند به ما میده تا خود مفهوم ایمان رو بهتر بفهمیم. و جالبترین قسمتش اینجاست. عیسی بعد از اینکه از مریم دفاع میکنه بهش میگه ایمان تو نجاتت داد، در آرامش برو.
دقت کنین نمیگه کارت یا بخششت. خیلی مشخص میگه ایمان تو. خب این یعنی چی؟ طبق این تحلیل ایمان فقط یه باور ذهنی نیست. یه چیز مرده و منفعل نیست. ایمان یعنی یه قدردانی قلبی از کاری که اون برا ما کرده. وقتی ایمان رو اینجوری بفهمیم، اون وقته که ایمان نمیتونه کاری جز عمل کردن انجام بده. دقیقاً مثل کاری که مریم کرد. و برای همینه که داستان مریم خیلی بیشتر از یه داستان تاریخیه. اون تبدیل میشه به یه نمونه اولیه، یه الگو برای همه ما. یه الگوی زنده از ایمانی که ساکت نمیشینه، بلکه عشقی رو که گرفته با تمام وجودش پس میده. اون به همون نشون میده که یه قلب نجات پیدا کرده چطوری واکنش نشون میده. و در نهایت این تحلیل ما رو با یه سوال عمیق تنها میذاره. یه سوالی که دیگه فقط الهیاتی نیست، به قلب تجربه انسانی هممون مربوط میشه. چی میشه اگه بزرگترین عشق از بی‌نقص بودن ما نیاد؟ چی میشه اگه از این درک بیاد که چقدر زیاد بخشیده شدیم؟ این به نظرم چیزیه که واقعا ارزش فکر کردن داره.